اگه بخوام از نگاه حقوق بشر بگم، اعتراض مسالمت‌آمیز هم ردیف نفس کشیدنه. یه حق انسانی، نه یه جرم امنیتی. حتی قانون اساسی خودمون هم این نفس کشیدن رو به رسمیت شناخته. اصل 27 میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است. این اصل کر نیست. این وعده‌ایه که 40 سال پیش داده شده که حرف مردم شنیده میشه. میدونم الان خیلیاتون میگید آقای شهسواری، بین این متن قشنگ و چیزی که ما کف خیابون تجربه میکنیم زمین تا آسمون فاصله است. بله، متاسفانه حق با شماست، اما سکوت کردن فقط این فاصله رو بیشتر میکنه. اجازه ندید بهتون القا کنن که نفس اعتراض اغتشاشه. مرز بین حق و جرم فقط خشونته. وقتی مردم بر اساس قانون دردشون رو فریاد میزنن، پاسخ درست شنیدنه، نه برخورد. اینو بفرست تا همه بدونن حقشون چیه، حتی اگه سخت به دست بیاد.